خطرناکترین و سخت‌ترین مسابقه بدنی کره جنوبیه و فقط یه نفر که قوی‌ترین فیزیک بدنی رو داشته باشه میتونه برنده بشه و جایزه 26 میلیاردی مسابقه رو ببره. 100 تا مرد و زن شرکت کننده با اندام‌ها و وزن‌های مختلف باید از یه میله بارفیکس افقی آویزون بشن. بعد زمین زیر پاشون اصلا باز میشه و یه استخر پر شده از آب داغ زیر پاشون ظاهر میشه. همه بدناشون شروع میکنه به تاب خوردن، اما هیچ کدومشون نمیخوان بیفتن و جایزه مسابقه رو از دست بدن. ولی بعد از گذشت فقط 69 ثانیه لاغرترین رقاصی که توی مسابقه شرکت کرده بود میفته توی آب و همینطور که زمان میگذره بدنسازا و فیتنسکارای بیشتری سقوط میکنن و حتی قهرمان تناسب اندام زنان جهان هم بعد از 85 ثانیه تلاش میفته توی آب. اما این دختر ژیمناست خیلی باهوشه، اون با دستاش زیر زانوی پای چپش رو گرفته تا فشار کمتری بهش بیاد. حالا فقط 3 نفر باقی موندن، اما وقتی دختر میخواد پاشو عوض کنه سر میخوره و اونم میفته توی آب. از 2 نفر باقی مونده یکیشون مربی نیروهای ویژه است و اون یکی برنده مدال طلای ژیمناستیک جهان. ژیمناست فکر میکنه به خاطر وزن کمش حتما توی مسابقه برنده میشه.